اومدیم برای یک ویدیو. خانم پشت سنه. بفرمایید. تو چی داری سام؟ کلیک. شما چی دارید؟ من دماغ اسپری دماغی که بابا هر میزنه. اولا که بابا تو قطعه چششه؟ قطعه چششو بنده. خب بذار از این بالا تا بالاترین حد ممکن از اونجا بندازش زمین. هیچ صدایی نمیده، اونو باید روی میز انجام بدید. صدایی بود شبیه بود، یه کوچولو بود. یه کوچولو بود. خب بعد وزنش و سبک بودنشو بگیر. سبک بود یا سنگین بود؟ این داره میفته. اینو محکم بکوب زمین. اینو؟ آره کلیدتو محکم بکوب زمین. سام حواستش که یه خورده صدای دقیق نداره. کلیده به من میگم. والا واسه تو هم خیلی شبیه بود. ببین که گفتی نبود. ولی برای صبح یه خورده به سبک میزد، استفاده شده بود چون که تو شاید صحبت نکن. چرا صحبت نکن؟ این مردارمونه. کلیده نمیگم. آها میدونی چیکار کن؟ چی؟ تق تق بزن زمین. خب صدا نمیده ولی باش. یه صدای ریزی میده اگه توجه من کنی. میگم تو کلید داری. من میگم تو قطعه چششه داری. استری دماغ نداره بابا. بابا تیجا منت نشده که بخواد صدایه. خاطر اوکشه بود. من گفتم سام، گفتم اون سبک شه، بعد اون وقتی تکون میدی میخوره دست. بچه ها زن کمک کنید تو نباید سیس باشی سیس. آقا سام کن من بریم. بچه از طرف سامی خدافظ. بای بای. از طرف منم خدافظ. ادیتور فرار کرد. خدافظ.